یک بهمن 1403 شمسی، عظمت کوها، جاده چالوس. به به، کوهایی که در برف هست. چطور امام جان؟ با امام هستیم. امام، نظر در مورد آینده کشور چیه؟ امام رحمت الله در این وقت زمان من شما را عرض بدم که این دولت فروپاشی خواهد شد، به سقوط حرکت خواهد که سال دیگه جنگ میشه. بله آزا اگر تسلیم نکنن، انرژی هسته‌ای تسلیم نکنن، همه چیز تسلیم نکنن، قطعا جنگ میشه. مراکز نظامی و امکان زیرساخت‌ها هم زده میشه. و اگر اینکه تسلیم کامل بشن، که او تسلیم کامل هم در آیندگان باز هم به سقوط میپیونده. در کل کار رژیم تمام میدانیم ما. از سال دیگه برج 2 و 3 به بعد یعنی این اتفاقات صورت میگیره. شدتش از همون ورودی ترامپ شدت خواهد گرفت. و آیا این حکومت میره باشن مذاکره کنه، چیز کنه؟ از این حکومت اینه که خودفروشی کنه، باید همون خودفروشی هم بدتر ضعیفترش خواهد کرد. قاضی مقیسه و رازیانی هم که زدن دیگه، این ترورها ادامه داره. یعنی ملت باید خوشحال با اینا همه چوب خدای، چوب امام رحمت الله، چوب امام خدای با اخلاص اومد رید داخل مملکت، رید از یه پاشه این برای مملکت به اون برای مملکت. امام رحمت الله فرمود من اومدم که اینجا آباد کنم، اینا خراب کردن، دوزیدن و بردن. نه یکی، نه دوتا، نه ستا، 1000 تا دوزیدن و بردن. الله اکبر، الله اکبر.